خبرهای اقتصادی امروز 31 اکتبر در پیام تیوی. پولهای ملی تاجیکستان و قرقیزستان در بزرگترین میدان سودای روسیه پیدا می شوند. بیرژه مسکو می تواند از امروز 31 اکتبر با معاملات با سامانه تاجیکی و سام قرقیزی آغاز کند. در این باره در سایت میدان تجاری خبر داده شده است. بیرژه مسکو چنین می‌شمارد که چنین تدبیرها امکان تبدیل مستقیم را برای بانک‌ها، بروکرها و میزبانان آنها، اینچنین اشتراکچیان فعال اقتصادی خارجی را وسیع می‌کند. همچنین از امروز 31 اکتبر وقتی معاملات جفت‌های ارزی روبل بلاروسی، روبل روسی، تنگه قزاقی روبل روسی، دلار ایالات متحده آمریکا، تنگه قزاقی، یوان چینی روبل روسی، دلار ایالات متحده آمریکا، یوان چینی، لیره ترکی روبل روسی، رند آفریقای جنوبی روبل روسی و دلار ایالات متحده آمریکا رند آفریقای جنوبی نیم ساعت زیاد کرده می شود. سودا از 7:30 تا 12:30 وقت مسکو برپا می گردد. تا امروز وقت سودا از 7 تا 12 مقرر شده بود. قبلا در بیرژه مسکو سوم ازبکی، درم ارمنی و رند آفریقای جنوبی وارد معاملات شده بودند. خدمات اطلاعاتی اتحادیه اوزگمای صنعتی ازبکستان معلومات درباره افزایش صادرات روغن آفتابپرستی قزاقستان را نشر کرد. از معلومات برمی آید که طبق نتیجه های موسم سال 2021 و 2022 قزاقستان صادرات روغن آفتابپرست را به 178,000 تن رسانیده است که نسبت به موسم قبلی 93% بیشتر است. از ماه اوگوست حجم صادرات روغن آفتابپرست 19,000 تن را تشکیل داد که نسبت به همین دوره موسم 2020-2021 2.3 مرتبه زیاد است. در موسم امسال ازبکستان با حجم خرید 70,000 تن در بین وارد کنندگان روغن آفتابپرستی قزاقستان جای اول را اشغال کرد. این 31% بیشتر نسبت به موسم گذشته می باشد. چین واردات این محصولات به قزاقستان را 3.6 مرتبه افزایش داده تا به 45,000 تن خریداری کرده است. در بین وارد کنندگان روغن قزاقستان مقام سوم را تاجیکستان با افزایش 29,000 تن گرفت که نسبت به موسم قبلی 38% بیشتر است. وزارت مهنت، حفظ اجتماعی و مهاجرت قرقیزستان خبر داد که شهروندان قرقیزستان اکنون می توانند در 7 کشور خلیج فارس کار پیدا کنند. در این باره خبرگزاری کبر با استناد از قول رئیس وزارت مهنت قرقیزستان خدایبرگان بازاربایف خبر داده است. بازاربایف گفته است وزارت و یک شرکت خصوصی که منفعت‌های کشورهای خلیج فارس را نمایندگی می‌کند درباره کار قانونی شهروندان قرقیزستان در عربستان سعودی، بحرین، عمان، امارات متحده عرب، قطر، کویت و اردن سازشنامه به امضا رسانیدند. با گفته وزیر در حال حاضر شهروندان قرقیزستان می توانند برای دریافت 815 جای کاری در این کشورها درخواست پیشنهاد کنند. به نامزدهای انتخاب شده روابط رایگان داده می شود، مبلغ سفر، خراجات مربوط به راه و حجت ها پرداخت کرده می شوند. کارفرمایان اساساً مهمانخانه ها و طربخانه ها می باشند. قبلا در ماه ایولی سال جاری مقامات قرقیزستان با ژاپن در مورد جای کار در کارخانه های این کشور قرارداد امضا کرده بودند. گفتند از سال 2007 قرقیزها به طور منتظم به کره جنوبی با کار تامین می شوند. مزد میانه مهاجران کره در جمهوری کره 1800 دلار را تشکیل می دهد و خرج منزل و خوراک را کارفرما به عهده می گیرد. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به پول ملی سامانی برای امروز مقرر نمود. قرب رسمی 100 روبل روسی در تاجیکستان به 16 سامانی و 28 درم برابر شده است. بانک ملی تاجیکستان همچنین قرب 100 دلار ایالات متحده آمریکا را 1021 سامانی و 48 درم و 100 یورو را 1016 سامانی و 78 درم مقرر کرده است. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحلیل ماهی آینده در بیرژه های اینترکانتیننتال اکسچنج و برنتگراد فیوچرز لندن 92 دلار و 81 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماهی آینده در بیرژه های نیویورک مرکانتال اکسچنج و لایتسویتگراد اول نیویورک 87 دلار و 5 سنت معامله شد. نرخ طلا. قرب طلا در بیرژه های لندن صبح امروز 1642 دلار و 70 سنت برای یک اونس تعیین شد.